مگر پرندگان را نمی بینند که در فضای آسمان رام و فرمان بردارند و کسی جز خدا آنها را نگاه نمی دارد و خواص فیزیکی خاص را در اندام پرندگان و قابلیت پرواز را در فضا ایجاد نمی سازد. واقعاً در این امکان پرواز به هوا و جولان در فضا نشانه‌هایی از عظمت و قدرت خدا برای کسانی است که به چیزهایی که پیغمبران به ارمغان آورده اند ایمان دارند. آیا پرندگانی را نگاه نکرده اند که بالای سر آنان در پروازند و گاهی بالهای خود را گسترده و گاهی جمع می کنند؟ جز خداوند مهربان کسی آنها را بر فراز آسمان نگاه نمی دارد، چرا که او هر چیزی را می بیند و می داند هر آفریده ای برای ادامه زندگی خود نیازمند چیست.